سلام علیکم بچه ها. درس دوم است. اوید و برنامه ویژوال بیسیک. شما اگر این کدی که در درس پیشنهاد نویسندیم تمرین کرده باشید و یکشان عمل رو اجرا کرده باشید بهترین. ولی ما با شما اکنون 4 عمل رو در یک جایگاه استفاده میبریم. خب یک خانچه داشتیم. من باز این گونه 2 خانچه و 3 خانچه میگیرم از تکست باکس. خب دو رو میبرم در تهی یک میمونم و ایناش را از اونها کمتر فرق کننده جداتر میمونم. چرا که شما دیدید جداگونه است. اکنون من از لابل یعنی یک تکنچه ایلاوگی دیگر استفاده میکنم. لابل و بلو پخش میکنم. دوباره تست پخش میکنم. اون انتخاب میشود. لابل سه رو عادتا با این طوری میکنم. لابل دو رو با ایناش و لابل یک رو با یک. اگر شما اهمیت داده باشید اینها رو من با خودشون طوری کردم. این به یگان معنای اساسی ندارد که یک با یک طوری بگیرم. با خودتون چه خیلی که مخفی است همون خیلی میتوانید گذارید. مقصد اساسی این لابل برای نشانه گذاری یا یگان قیمت رو برآوردن است. مثال با جای لابل یک شما نگاه کنید در پایان نویسنده شده است لابل یک. اینجا علاقه تکست نیست. این فقط است چی؟ کپشن. در راست همین کپشن لابل یک نویسنده شده است. من این لابل رو توضیح میکنم و با جای اون مینویسم که قیمت ا رو وارد کنید. چون که در پیش گفته بودیم ما میتونیم از کلمه های توجیکی استفاده بریم. نه با پورگی توجیکی از کلمه های روسی از حرف های روسی. قیمتی ا رو وارد کنید. من رو نویسندم کمتر دیگر من اسم تر بیارم طوری خودی همون می شود. در اینش می نویسندم قیمتی ب رو وارد کنید. قیمتی ب رو وارد کنید. یه رو نویسندم علاقه چهار کشمه میبید اینجا هست. در این اش باشد می نویسندم نتیجه. سبب چی در این من نویسندم نتیجه در اون است که اینها اگر شما یکچند علامت رو خواهید آنها رو استفاده بودن میتوانید. خب این رو توضیح میکنم برای که هر بار برنامه رو با کار در آوردیم آنها رو استفاده بودن توضیح نکنم. پیش از کار رو آغاز کردن تیار باشم. خب با من تکنچه کماند یک پخش میکنم. من این دو تایی که بود اینها رو من توضیح میکنم. خب ای ما علاقه هست. برای همین من از ب سر میکنم. ب ما هم قریب که هست و نکر کم کرد دیگر خیلی نه اون خیلی که با من در کن است. ب وال ب وال تکست دو نقطه تکست و ب وال تکست دو نقطه تکست. اکنون در اینجا من می نویسونم اس برابری آ جمعی ب. این فرمول باید از کلیسیک با شما معلوم باشد. در اینش می نویسونم تکستی سه نقطه تکست برابری اس. در جای پرینت است من اهمیت داده باشد ای تکست سه استفاده بردم. خب یعنی چی؟ یعنی این که ا برابری وال تکست یک قیمت ا رو ما ای تکست یک میگیریم قیمت ب رو ما ای تکست دو میگیریم و اس ما برابری ا جمع ب میشود. انا قیمت تکست سه ما باشد از اس میگیریم که اون رو با اس برابر میکنیم.
برنامه رو با کار می‌داریم. قیمت R رو میگذاریم 3 اینش رو خالی میمونیم. نتیجه ما باید 3 باشد. بله درست 3. خب جمع کرد. با این ما 1 میمونیم. نتیجه ما باید 4 شود. 4 درست. انا اکنون با این ما مثال میگیریم 8 میمونیم. نتیجه ما باید 11 شود. چرا که میبینید برنامه جمع ما با خوبی و سربلندی کار کرده استفاده است. شما میتوانید که این را چنین گونه استفاده کنید. من باشم حاضر دیگر علامت این رو میمونم، یعنی کلکولیاتور را که میدک میسوزیم. از این ها 4 تا میگیرم. نکه میبینید هست 4 سیوم minus دویوم. با کد نویسیشون میکنم. و هیچ خیلی که میبینید در دویوم من منویسونم. یا برابر val text یک نقطه text پایان میخوانیم برابر val text دو نقطه text پایان میخوانیم است برابر a طرحی به پایان تکست سه نقطه تکست برابر است. این بود کد جمعی، کد طرحی ما. اکنون اینها رو می‌نویسیم. خب من اینها رو کپی کردم میگذارم. شما دستی با شما مثلا میدیم که دستی نویسونید تا اینکه خب کپی تا اینکه با معنی سری شما اینها جو گیرد. اگر شما اینها رو دستی نویسونید با بهتر می شود. در این جمله می نویسونیم باسم و اینش من حالا که میبینم تقسیم کدها رو من نویسوندم. این رو ما طرز عملی شویه‌شون رو داریم میسنجیم. برنامه رو با کار می‌داریم می‌نویسیم. 2 در این سه در اینش میشه با 3 جمعی 3 6 درست. 3 طرح 3 9 3 ضرب 3 9. خب 3 تقسیم 3 1. اگر این رو زیر من مثال میگیریم 3 9 مثال 12 گیریم جمعشون 16 و 13 گرفتیم. جمعشون 13 طرحشون 10 ضربشون 39 تقسیمشون 4 از 100 چند 3 تکرار. این دو میگیریم 12 باید برابر شد. تقسیم 4 درست. خب و برنامه برمیگردیم. اکنون یک چیز دیگر رو میگیریم. این علامتی جمع بود و ما در کنست که استفاده برنده اینو همچون جمع قبول کند. می‌نویسیم خب جمع حرفا رو توجیکی میگردونیم. جمع اینش طرح اینش ضرب می‌نویسیم ضرب اینش باشد تقسیم. خب این بود 4 عملی که در این درس ما با شما گفته گذاشتیم. شما میتوانید از اپراتورهای دیگر با مانند if یگان امکانیت دیگر با این علاوه کنید یا که یگان مثال دیگر رو که به اپراتور مشکل تر با مانند if و دیگر روش استفاده برده میشود استفاده نبرده یگان عملهای و دیادی رو اجرا کنید.
خب اگر شما اینها را اجرا کرده تانستید من خیلی خوشحال میشوم. خانواده سلام باشید تا درس‌های دیگر.